نام من ایسا واشنگتن است. پیش از این نامم کیک واشنگتن بود. من از سان دیگوی کالیفرنیا هستم، اما در اصل خانواده از تگزاس است. پدرم برم گفت من در تگزاس در یک شهر و خانواده عیسوی به دنیا آمدم. کسایی که به انجیل باور دارن. من تا 15 سالگی الی 16 سالگی عیسوی مذهب بودم. تا او زمان من انجیل میخواندم و کسی بودم که به خدا باور داشتم، اما یک دین واقعا مناسب نداشتم. من درباره ادیان مختلف تحقیقات خود شروع کردم و در تحقیق و جستجوی یک راه بودم. دینی باشه که در آن خوب باشم و خوب ببینه. یکی از دلایل انتخاب من بود که من مرتکب یک اشتباه شدم. یک بار این تصادف تغییرات زیاده در زندگی ما با وجود آورد. این تصادف متحرم را بی خیال و بی نظم ساخته بود. هر صبح روز خود بد شروع میکردم و نوع کار خود از سر به خود انجام میدادم. زندگی برم خسته کن شده بود. هر چیز تکراری و به ارزش بود. پس من تصمیم گرفتم که دانشگاه را دوباره شروع کنم. من یکی از شاگردای فعال شدم. اما در محدود سیاست بسیار پیشرفت کردم که به خاطر آن مردم مختلف و گروه متعدد به دیدنم می آمدن. من در یک برنامه مسلمانا دعوت شدم و شرکتم کردم. سخنرانان در گفتمان عادی خود بذرکاری میکردن. میگفتن این دینی است که پیروانش فقط در جستجوی عدالت هستند و من یگانه مخاطب حقیقت بودم و به خاطر که تمام مردان با خدا بودن و وقتی که کسی برای شما حقیقت بگوید ولو که تلخ باشه یا خوشایند نباشه باید تصمیم بگیرن. من همراه خود فکر کردم که حال ما چی کنم. من یک عیسوی هستم و این شیوه زندگی من هست. من یک مسئله فعال هستم. من نماینده اتحادیه مسئلان هستم. خانواده ما که حتی نزدیکشان زندگی نمیکنم. من میفهمیدم اگر ما این دین بپذیرم باید شیوه زندگی من مطابق این دین عیار گردد. کارهایی که من میکنم برام بسیار جایز نخواد بود و کارهایی که مردم انجام میتن به خاطر که اونا کارهای مرا غیر مجاز میگن همراه ما دیگر رابطه برقرار نمیکنن. و چطور برای خانواده خود که از ما بسیار دور هستند توضیح بدم. من تعادل بین اونا را ایجاد کردم و با خود گفتم اگه این دین الله هست و اگر خداوند این راه نشان داده مرا کمک خواهد کرد. من فکر میکنم که اسلام مرا بسیار تغییر داد، بخصوص در ایجاد روابط که هیچ کس شکستنده نمیتونه. خیلی ها میگفت که با فلان شخص خط رابطه کنم، اما من به خاطر اسلام میگفتم که با او رابطه ادامه میتم. هر کس که میگفت دعوت نکو دعوت میکردم، میگفت با فلان شخص خط روان نکو روان میکردم، میگفتن بدون دلیل ملاقات نکو ملاقات میکردم. فروتنی نیز یکی از دلایل اسلام آوردنم است، به خاطر که قبل از اسلام اگر کسی گپ میزد هیچ گوش نمیکردم و احترام و غیره را در نظر نمیگرفتم. حتی اگر حقیقت برم میگفت احترام نمیکردم و رد میکردم. با مردم رابطه خوب نداشتم و بسیار حساس بودم. زود عکس العمل نشان میدادم و همیشه قهر بودم و حالت نرمال نداشتم. اما اسلام از خشم مرا دور ساخت، چون وقت فکر کنید در دنیا عدالت وجود نداره و فکر کنید که عدالت برپا نمیشه، باز شما کوشش میکنین که او عدالت بگیرن. راستش اسلام یک روز به نام عدالت داره و در راه هست. هیچ کسی از آن فرار کرده نمیتونه. در اونجا همیشه عدالت خواهد بود و نیاز نیست که بگیرم، نیاز نیست که معتاد باشین، نیاز نیست وقتی که مسلمان شدن خانواده‌تان رو وادار کنن، دوست و یا همکار خود ترغیب کنن. وقتی مسلمان شدن زندگی شخص خود به عنوان یک مسلمان واقعی پیش ببرن، حتی بدون وانمود کردن مثل یک مسلمان ایدئال عمل کنن تا راهنمای مردم دیگر شوند.